سلام علیکم. علیکم السلام. من از ایران تماس میگیرم و سلام. برنامه شما رو همیشه دنبال میکردم و الان موقعیتی هم ندارم که دنبال کنم، یعنی در شبکه‌های ماهواره بدوریم و دل گفتم اینه، یعنی حرف دلم اینه به همه خواهران خودم، برادران و حفاظ و خواهرانی که ازدواج کردن، مخصوصا اونهایی که مثل من شکست خورده از زندگی هستن. من میخوام از خواهرانی که واقعا شوهرانشون رو دوست دارن صبر را برانگیزند و زندگی با صبر را ادامه دهم. خدا نکند که روزی مثل من پشیمان شوند، هرچند من زندگی سختی گذراندم و این سختی را به جان خریدم، اینکه شوهرم را دوست داشتم و کسان دیگری باعث شدن من زندگیم را به خاطر شوهرم را دوست داشتم کنار بگذارم. من شوهرم را دوست دارم ولی مجبور شدم به خاطر اون باز هم از زندگیم کنار برم، از اون کنار برم، از مشوره‌ای که داشتم یعنی کنار برم به خاطر خودش، به خاطر آخرتی که نمیخواستم آخرتش خراب شود، چون دیگران نذاشتن. یعنی شوهر من در از چند کلاسه بودن و اطرافیان نذاشتن که پیش من بیاد و من عاشق شوهرم بودم و هستم. هرچند به ظاهر از هم دیگر دوریم، به ظاهر کاغذی امضا کردیم که از هم جدا شده ایم و قلباً همچنین کاری نکردیم و این حسرتی هست که به دلم مانده و مجبورم آن را تحمل کنم. با این سختی و رنج و تنهایی خودم و همسری که به اصطلاح از هم جدا شده این دارم به جان میخرم و صبر کنم. الان چندین وقت است این صبر، یعنی این شکنجه رو تحمل میکنم. به ظاهر از همسر جدا و به دل بهش خیلی نزدیکم و التماس دعا دارم از شما خواهران، برادران، خداوند صبری برای من صبری عطا کند که من واقعا عزیزی که به اصطلاح به روی کاغذ از دست دادم، خداوند به این صبر بده و خداوند آن عزیزی که من دوستش دارم را حفظ کند. او مریض است و من نمیتوانم او را ببینم، دعا کنید برایش. و به خواهرانم میگم در مقابل سختی ها صبر کنیم، صبر را تحمل پیشه کنیم. از حرف یک حبو، از حرف یک اطرافیان نرنجید. من چندین سال است که در این چیزها صبر کردم و این صبر باعث شده خیلی از مشکلات را تحمل کنم. نمیدانم بعضی ها به من میگویند تو کوهی یا صبر ایوبی داری، ولی من این صبر را خودم به جان خریدم. زندگی که خودم تحمل کردم و تحمل میکنم و بار سنگینیش را دارم به دوش میکشم. میگم صبر ایوبی نیست بلکه صبر یوسفی هست. همچنان که یوسف زندان را برگزیدن و من مجبورم این زندگی را برگزینم به خاطر عشقی که به معشوقم داشتم و به ظاهر با کاغذ از هم جدا شدیم و قلباً با هم هستیم تا قیام قیامت. دعا کنید برام. این دوست عزیزی که از من دور شدن، معشوقی که به ظاهر به کاغذ از من دور شدن، خداوند شفای دهد و خداوند بیماری های مرا هم شفا دهد. واقعا منم دچار بیماری مهلکی شدم، من دچار بیماری وسواس شدم و این سخت و رنجی را این رنج و سختی را دارم تنهایی به جان میخرم. هیچ کس از اهل خانه هم با خبر نیست. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، از همه برادرانی که در این برادران و خواهرانی که این برنامه زحمت میکشن. التماس دعا دارم، فقط یک اشاره میکنم. متین هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از خواهر گرامی. ببینید، بزرگترین مرض و بزرگترین اشتباه در زندگی انسان این است که شخصی ناامید بشه از زندگی. حالا به هر دلایلی اگر شما از همسرتون جدا شدید، زندگی تمام نشده. شاید که
الله سبحانه و تعالی شخصی بهتر از اون رو برای شما در نظر گرفته. برای علاج وسواس و این بیماری های روحی که وجود داره، الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب. به ذکر الله است که قلب های انسان آرام میگیره و کسی که از ذکر الله دوری بکنه و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که از ذکر الله، از قرآن دوری بکنه، برای این انسان زندگی تنگ، زندگی به اصطلاح سراسر اندوه و رنج خواهد بود. شاید دیده باشید یک انسان هیچی نداره، یک کارگر عادی، شاد شنگول از زندگیش لذت میبره، چون با خدا داره زندگی میکنه، با یاد خدا داره زندگی میکنه. اما یکی میلیاردر است، داستانهای به اصطلاح بازیگرای فیلم و خواننده ها، میلیاردرها رو شنیدید زیاد که میگن ما در زندگی احساس آرامش نداریم. این احساس آرامش به سبب دوری از یاد الله سبحانه و تعالی.